اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 31 اکتبر سال 2022 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه دو ساکن کوچه به نام دودو زاکیروف جماعت دیوت خستیورز نویای بابوجان غفوروف هنگام کار در یک بنای خرابه زیر دیوار بتونی مانده به هلاکت رسیدند. بنا به خبر ریاست اولت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت، این دو نفر که یکی 43 و دومی 35 سال داشتند همچون کارگر کرایه وارد انشاءات بیکار خوابیده که به شرکت اسرار منصوب بوده در قلمرو جماعت دیهات پتر شهر کانبادام جایگیر می باشد وارد شدند. این بنا قبلا کارخانه تولید روغن بوده است. متاسفانه هنگام ویران نمودن قسمت انشاءات یاد شده هر دو زیر بتون پاره ها مانده به هلاکت رسیدند. با دریافت خبر مذکور دسته امدادگران ریاست اولت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت به جای حادثه رسیده جسدها را از زیر بتون بیرون آورده به مقامات داخل دور سپردند. سبب این حادثه هنوز دقیق معلوم نیست، ولی بنا به فرضیه کمیته اولت‌های فوق‌العاده به احتمال زیاد رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام اجرای کارها می‌تواند سبب مرگ آنها شده باشد.